اصول حسابداری 1 مدرس تورچی قسمت 4. خب در قسمت قبل ما یک مثالی از جدول معادله حسابداری آوردیم. مثال باید این قضیات بذاریم شما هم تمرین حل کنید تا دستتون توی این راه بیفته. حالا یک مثال دیگه میزنیم. سرمایه‌گذاری اولیه توسط مالک فرض کنیم 50 میلیون به طور نقد بوده. پس 50 میلیون این هم 50. دقت کنید صفرها اینجوری نوشته میشه. یا میتونیم مثلا این شکلی 50 میلیون یا این نقطه رو بذارید ولی دیگه این کار رو نکنید 50 میلیون بزنن. این شکلی مورد قبول نیست. یا این یکی از این دو روش رو انتخاب کنید. خب خرید اساسیه 5 میلیون به طور نقد. پس 5 میلیون از پولا کم میکنید به اساسیه اضافه میکنید. خرید وسایل نقلیه 10 میلیون به طور نقد. 10 میلیون باز از پولا کم میکنید به وسایل نقلیه اضافه میکنید. خرید ساختمان 20 میلیون به طور نقد. 20 میلیون از پولا کم میکنید به ساختمان اضافه میکنید. دقت کنید 50 میلیون داشتیم 35 میلیونش خرج کردیم. داره پولا تمام میشه. به مالک اعلام میکنه، مؤسسه میگه آقا ما داره پولامون تمام میشه، داریم راه میافتیم، یکم دیگه پول بیار. یکم دیگه سرمایه بیاریم. سرمایه‌گذاری مجدد. سرمایه‌گذاری مجدد. 100 میلیون دوباره پول میاره. اضافه شد به پولامون. از اینجا داشت کم میشد، باز اضافه شد. و سرمایه. خب 6 خرید زمین به طور نقد. خب 10 میلیون پول برمی‌داریم میریم زمین می‌خریم. زمین دوباره اساسیه می‌خریم. خرید اساسیه به طور نقد 10 بار ممکن از این چیزی بخریم. خب چقدر 10 میلیون مثلا از پولا برمی‌داریم به اساسیه اضافه می‌کنیم. دیگه اساسیه یک ستون بیشتر نداره. نه اینکه باز برای یک ستون اینجا بزنید. اساسیه هر چی اضافه و کم شد زیر خودش می‌نویسیم. این هم همچنین نقد هم یک ستون بیشتر نداره. خب 8 خرید مثلا وسایل نقلیه به طور نقد. 5 میلیون از پولا برمی‌داریم وسایل نقلیه 5 میلیون. خب تا این مرحله می‌خوایم یک مانده‌ای بگیریم. مانده اساسی 5 میلیون داشتیم، 10 میلیون هم دیگه اضافه شده 15 میلیون. وسایل نقلیه 10 میلیون و 5 میلیون 15 میلیون. ساختمان 20 میلیون. ببخشید. زمین 10 میلیون. سرمایه هم 150 میلیون. خب پولامون 50 میلیون داشتیم. اینجا 35 میلیون ازش 15 میلیون بود. 100 میلیون اضافه شد 115 میلیون. دوباره 10 میلیون رفت شد 105 میلیون. 5 میلیون هم اینجا رفت 100 میلیون. 10 میلیون رفت شد چقدر؟ 90. این دارایی ها رو باید با هم جمع بزنیم. 90 و این 10 میشه 100. این 2 تا 15 30 و این 20 50 و این میشه 150 میلیون که با 150 میلیون سرمایه‌مون ترازه. الان یه گزارش بدیم. دارایی چی داریم؟ نقد داریم 90 میلیون، اساسیه 15 میلیون، وسایل نقدی 15 میلیون، ساختمان 20 میلیون، زمین 10 میلیون. کل دارایی هامون چقدر؟ 150 میلیون. سرمایه‌ای که مالک آورده چقدر؟ 150 میلیون. ادامه در بخش بعد.